قلب کلیم‌الله قادروف خادم دولتی و جمعیتی اشتراکچی اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان روز 15 فوریه در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا از تپیدن باز ماند. در این باره در فیسبوک جیان مرحوم ژورنالیست شروان عمرالدین خبر داد. کلیم‌الله قادروف 83 سال داشت. او بعد از برآمدن به نفقه همراه فرزندان و نبیرگانش در نیویورک دوران پیری میراند. کلیم‌الله قادروف نفری است که سال 1992 هنگام قسم یاد کردن امامعلی رحمان در قصر ارباب پرچم تاجیکستان را برداشته بود. کلیم‌الله قادروف 20 سپتامبر سال 1939 در دهه غویتن شهر پنجکند در عائله دهقان به دنیا آمده. سال 1962 رشته تاریخ و فیلولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه را ختم کرده است. او سالهای 1962 1982 باعث محرر شعبه سیاسی نشریات دولتی تاجیکستان، اینستروکتور کمیته مرکزی تاجیکستان، اینستروکتور کمیته حزب نویه اکتبر شهر دوشنبه، سردار اینسپکسیون دولتی وزارت مدنیت تاجیکستان، معاون رئیس جمعیتی محافظت یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان کار کرده. سالهای 1982 1985 کاتب دوم سفارت اتحاد شوروی در افغانستان بود. کلیم‌الله قادروف از سال 1985 تا 2002 در پارلمان تاجیکستان باعث اینستروکتور کلان شعبه تشکیلی ریاست شورای عالی و سرمتخصص شعبه تشکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است. کلیم‌الله قادروف در اجلاس 16 شورای عالی که در پایان سال 1992 در شهر خوجند دایر شد، در مراسم ادای سوگند حکومت امامعلی رحمان پرچم تاجیکستان را برداشت. این پرچم تاریخی را او طول 15 سال با خود نگاه داشته و در 15 سالگی اجلاسی 16 به پرزیدنت امامعلی رحمان تحفه کرد. با دستور امامعلی رحمان این پرچم تاریخی در آثارخانه قصر ارباب شهر خوجند نگاه داشته می شود. خدمت‌های کلیم‌الله قادروف در زمان اتحاد شوروی و بعد با چندین مدال و افتخارنامه‌ها قدردانی کردند.